هیچ بنی بشری دیگه، چه برسه که بخوای قصه‌ش هم بخوری. به ما بگم که چه شکلی هم. حتی نزدیکترین کسا و هم خونی ترین کسا هم این کاره رو براشون یه امر طبیعیه. یعنی چی؟ یعنی که تو پدر مادرت هم شاید اونجوری که باید بشناسی نمیشناسی و ممکنه یه رفتاری نشون بدن توی شرایط خاصی، توی موقعیت خاصی که تو اصلا بگی مگه میشه. تازه حالا من میگم یه خیلی سختش کردم که میگم پدر مادرها، ولی همیشه گفتم تنها کسی که میتونه پشتتو خالی نکنه و اون چیزی که میخوای باشی، یعنی انتظار، به نظر انتظار نباید داشته باشی، ولی اون چیزی که فکر میکنی یه چیز مثل که مثلا میگن آقا خورشید منشأ نوره به نظرم، به نظر منم. یعنی یک چیز در این منظومه‌ای که ما زندگی میکنیم منشأ نور ما، من فکر میکنم خورشیده. به خاطر همین اسمشو میگیم مثلا خورشید، تو همه فرهنگ‌های جا افتاده. و اگه بخوام بگم مظهر مثلا انسانیت یا به قول گفتنی شرافت، خانواده است، پدر و مادر، نه حتی خواهر برادر. به خاطر همین میگم که نباید انتظار خاصی داشته باشی از هیچ بنی بشری دیگه، چه برسه که بخوای قصه‌ش هم بخوری. رهاش کن بره.